پهلوی من قهرمان جهان ایستاده است. اون نفری که در شرکت وان چمپیونشیپ از تاجیکستان اولین نفری بود که برآمد میکرد. همچنین جوان است که برای نورسان و جوانان تاجیک نمونه است، چون که اگر بگوییم که در کوشای اکثر نورسان و جوانان در عالم MMA است خطا نمیکنیم. موین غفورов است، ولی وقت آخر این ورزش است، برد و باخت دارد، اما با وجود این خسته است و هزاران مخلصی که دارد. من این نوبت از موین جان سراول موین جان درود میگم. من باوری دارم که هنوز هم امید، یا به قول دیگر میگن شعله امید فروزان است. هر انسانی که است تا همه وقت امید دارد از خدای تعالی. خب موین جان، این قدر که شما رو تماشا میکنند، تمرین ها چگونه بودن، آمادگی چگونه است؟ فقط برای مخلصان ما دور و دراز نمیرویم. یکم سلام علیکم همه باردارایی که میبینن و تماشا میکنن، دستگیری میکنن. تیاری خیلی خوب بود الحمدلله. شگونه خدا حاضر هم خوب رفته است. خب موین جان، رقیب را پیش از این میدونستید که تجربه یو اف سی اش خیلی زیاد است. همون سالی که ما اعلان کردیم 2013 که شما عنوان قهرمان جهانی سامبوی محاربه رو گرفتید، از همون وقت این طرف در یو اف سی میزند. بله، نو رقیب فکر میکنم که خیلی خوب است، لیکن ان شاء الله در این دفعه خیلی حرکت سخت میکنیم که دست بالا شویم. بله، این البته ورزش است. با وجود این بیاید مخلصان عزیز که من میدونم موین کم سخن میگوید، در این راه قهرمانی این نوبت موین را یک دلانه تاجیکانه پهلو به پهلو ایستاده دستگیر کنیم. ما اینجا برار میخواهیم، سخن زیاد نمیگیم. برار امید داریم که چون غلبه هایی که برای مردم تاجیک از قهرمانی سام بوردگی، از وان چمپیونشیپ بوردگی، این نوبت نیست تبسم برای مردم تاجیک هدیه میکنید ان شاء الله. برار میخواهیم.